سلام مجدد دوستا، امید جور صحتمند سرحال باشین. به ادامه ویدیو. یعنی اتاق تاریک است دیگه. مو اتاق که ما به حساب تخم می خواهیم نطفه سنجی کنیم، باید اتاق تاریک باشه و حداقل 25 تا 30 درجه مو گرمی اتاق باشه، بخاطر که برودت هوا چی نشه، تاثیر نکنه سر تخما و تخما شوک دمایی نبینن. دیگه حال سرپوش ماشین رو باز میکنیم و تخما را یک دانه نطفه سنجی میکنیم. خب دوستا، اینو میبینید که یک چال وطنی برش جور کردیم. فقط اینی ولدر است، امو پوشش میگیریم. اینی هم لایت گروپ تلفن است. به این شکل هم میتونیم، به این شکل هم میتونیم. این تخمه که اینو تبانیم اینو معلوم میشه. اینو براتون معلوم میشه در اکای خون است. اینو به شکل تار جولاست، اونو معلوم میشه در ویدیو که به حساب چون کامرا است قدر دقیق چی نمیشه. اینو یکم که دورش کنیم اون رگای خونه به بسیار خوبی میتونین ببینین. دوستا ببینین این تخم نطفه نداره، یعنی تو به شکل گروپ داخلش هیچ چیز معلوم نمیشه. یعنی میتونین ببینین این زرد معلوم میشه، هیچ چیز نیست. یک تخم دیگر چی میکنیم؟ اینی تخم دیده میتونین اینه چوچه در داخلش هست، حرکت داره. اون میتونین حرکتش ببینین که حرکت داره چوچه. به شکل از است مثل که یک چیز یا شتوک در شکم مادرش باشه یا در یک مایع باشه، مثال حرکت داشته باشه. اون میتونیم بسیار راحت ببینیم تخم نطفه دار است، یعنی جنین زنده است، حرکت داره. یعنی تخم دوستا دیده میتونید نطفه نداره، زرد معلوم میشه. اگر به این شکل هم بانیمش یعنی زرد معلوم میشه، هیچ چیز نیست دیش. به نطفه سی رو بسو میکنیم، دور میکنیم، برای ما معلوم میشه منظم. دوستا ببینین اینی تخم نطفه دار بوده که نطفه ضعیف بوده، مرده. یعنی براتون معلوم میشه، یعنی یک خط سرخ تا و بالا معلوم میشه. نمی این رو از ماشین دور میکنیم، این به چوچه تبدیل نمیشه. یعنی واضحه براتون معلوم میشه. یعنی یک حلقه سرخ است دور و دورش که هیچ کدام چیز دیگه وجود نداره. یعنی تخم دیگر که دوستان میبینین تخمی است که فاسد شده. یعنی براتون معلوم میشه تا به شکل تا خانه خانه معلوم میشه. اینه دوستای محترم، نطفه سنجی کردیم. فقط از جمله تخمایی که بود فقط حدود یعنی میبینین که 5 دانش خراب بود، یعنی قابلیت از این نداشت که به چوچه تبدیل شوه. دیگرایش انشالله مشکل نداره. دیگه پس ماشین خود فعال میکنیم و میمانیمش که تا وقتی که چوچک ها بخیر بیرون شوند از ماشین روز 21.